بچه‌ها سلام، خیلی خوش اومدیم به این آموزش. واقعیت قبل از اینکه آموزش رو شروع کنیم باید بگم من یه عمل کاشت مو انجام دادم. چهره خیلی ورم کرده‌ای دارم، کلا تصویر ندادم تو این ویدیو. ما تو این ویدیو میخوایم محصولاتی که مد نظرمونه تو سایت‌های مختلف هر موقع به تخفیفی خوردن توی تلگرام به ما اطلاع داده بشه. مثلا محصول قیمتش 1.200 و ما شاخص بذاریم که هر وقت قیمتش شد زیر 1.100 به من اطلاع بده. برای این کار از انیتن استفاده میکنیم. اگر اولین باری که با انیتن کار میکنید و نمیدونید چطور راه اندازیش کنید، داخل کانال تلگرامم من این آموزش رو کامل دادم که چطور به 3 روش انیتن رو بیارین بالا. لینکش رو کپی میکنم و انتهای همین ویدیو توی کپشن قرار میدم براتون. بعد از اینکه انیتن رو آوردیم بالا، من یه ورکفلو جدید ایجاد میکنم. اینجا اسمش رو میذارم اطلاع رسانی تخفیف. خب اولین چیزی که ما بهش نیاز داریم یک نود اسکیجول یا زمانبندیه. این سایت ها رو من هر چند دقیقه یک بار یا هر چند ساعت یک بار میخوام رصدش کنم. خب میام میگم که توی اسکیجول تریگر میگم به صورت ساعتی هر یک ساعت یک بار بیا اجرا بکن این ورکفلو رو. چه کار بکنم؟ اولین چیزی که میخوام یه نود HTTP ریکوسته که بیام آدرس سایتی که مد نظرمه اینجا بزنم. مثلا میخوام از اسنپ شاپ یه محصول خاصی رو بررسی کنم، توی با سلام میخوام بررسی کنم، توی ژاکت، توی راستچین. F2 میزنم، اسمشو میزنم درخواست به سایت مد نظر. خب حالا من اینجا میخوام با سایت ژاکت مثلا شروع کنم. خب قالب استادیار به عنوان مثال که هر وقت این قالب به تخفیف خورد من مطلع بشم. من اینجا استادیار رو میزنم، اینجا بود از قبل. خب الان قیمتش 675، میخوام مثلا هر وقت شد 500 تومن به من اطلاع داده بشه. خب من لینک این صفحه رو کپی میکنم و میام اینجا تو اینجا قرار میدم و یه درخواست میزنم. خب یه نکته مد نظر داشته باشیم، بعضی سایت ها با HTML و DOM به صورت اصولی لود میشن، بعضی سایت ها با روش های دیگه کد نویسی شدن، رندرشون سمت کاربره با جاوا اسکریپت پیاده سازی میشه، ممکنه این دیتا رو سمت شما ندن. ما برای اینکه بفهمیم 675 داره توی خروجی دام صفحمون میاد، کپی میکنیم و اینجا پستش میکنیم. نکنید پرایس 675، پس ما داریم اینو اینجا میگیریم و یه جایی که حالا اینا که دیتای دیگه هستن. پس ما الان این سایت رندرش به صورت سمت سروره و داره دیتا رو سمت ما به صورت HTML برمیگردونه. خب حالا ما محتوا رو گرفتیم، تو نود بعدی از HTML استفاده میکنیم، اکشن extract XHTML content. یعنی من میخوام بیام که یک المانی از این صفحه رو بگیرم. چطور؟ من میخوام چی رو بگیرم؟ المان قیمت رو کلیک راست میکنم و اینسپکت رو میزنم. خب این حالا یکم کوچیکترش میکنم، این از حالت موبایل خارج میکنم. خب این گزینه رو میزنم، میام روی این کلیک میکنم و میبینم که اینجا من باید دنبال یک کلاسی بگردم که مشترک نباشه. دو تا راه دارم. یکی این که مثلا من میگم پروداکت کرک پرایس میتونه کلاسی باشه که برای این منحصر به فرد باشه. کپی میکنم، کنترل F میزنم، کنترل V میزنم، میبینم فقط یه بار اومده تو صفحه، پس میفهمم مختص همینه. خب از اونجایی که کلاس باید نقطه داشته باشه قبلش، خیلی CSS سلکتور یه نقطه میزنم و این رو میزنم. میگه اسم خروجیش چی باشه؟ مثلا من میگم اوت باشه خروجیش. خب شروع میکنه به اون صفحه درخواست زدن و میاد این سلکتور یا این بخشی که انتخاب کردیم رو میگیره. ببینید دقیقا 675 رو برای ما برگردون. بخش بعدی به چی نیاز داریم؟ یه نود کد که بیایم این دیتا هایی که به همراه این 675 میان رو پاک کنن.
من یه کد 4 خطی بهتون میدم، انتهای همین ویدیو هم میذارم، میتونید بردارید. این کد میاد دیتای نود قبل رو میگیره، بعد میاد میگه کاراکترهایی که غیر مرتبطن، حالا توی سایت دیگه ممکنه تومن هم ادامش باشه، ما میخوایم 675 خالص رو برگردونه. کاراکترهایی که به همراهشن حذف میکنه، تبدیلش به عدد میکنه و خروجی میده. من این اگر اجرا بزنم، نکنید 675,000 رو کامل برگردون، یعنی نقطهش رو برداشت، اگه تومنی چیزی هم انتهاش بود برمیداشت که ما بتونیم تحلیلش کنیم این عدد رو توی نود بعدی و شرط بذاریم داخلش. خب ما عددش رو گرفتیم، اسم اینم میذاریم که گرفتن بخش قیمت، اسم اینم میذاریم که حذف کاراکترهای اضافی قیمت، و اینجا یه نود ایف میایم استفاده میکنیم برای شرط گذاری. چی میگیم؟ میگیم که اگر مقدار این بیشتر بود از، چون عدده از لحاظ نامبر میگیم که در واقع کمتر بود از چه مقداری؟ از مقدار مثلا 650,000 تومان. یعنی اگه قیمتی که ما از سایت خوندیم زیر 650,000 تومان بود، این شرط اجرا بشه، در غیر این صورت اجرا نشه. وقتی اجرا بشه چه کار بکنه؟ میگیم که بیاد تو تلگرام send a text message رو میزنیم. خب حالا اینجا چطوری باید تنظیم کنیم که به ما ارسال بشه؟ بچه ما تو تلگرام باید یه بات بسازیم تا اون باته به ما اون پیام رو ارسال کنه. اینجا گزینه کریت نیو کردنشیال رو میزنید، یه اکسس توکن میخواد. ما برای ساختن بات تو تلگرام به این صورت انجام میدیم. میایم توی بات فادر تو تلگرام سرچ میکنید، اینجا یه سری گزینه ها داره، اسلش رو میزنید، نیو بات، میگه که یه اسم براش انتخاب کنید، میگیم که ربات اطلاع رسانی تخفیف. خب میگه آیدیش میخوای چی باشه؟ میگم که مثلا discount underline مثلا تمسکی. میگه یه بات باید آخرش باشه، فراموش کردم، underline بات. خب میگه که این API کیتونه، ما به این نیاز داریم. حالا برمیگردیم توی تلگرام، اینجا اکسس توکن رو میزنیم و سیو رو میزنیم. این که سبز بشه، اینجا که سبز بشه یعنی اینجا ما موفقیت ساخته شد. خب حالا ما ایجاد کردیم، همیشه هم یه اسمی بذارین برای باتاتون که بعدا تعداد باتاتون زیاد شد گم نکنید، بات تخفیف. خب سیو رو بزنید. مورد بعدی، ما یه چت آیدی میخوایم، یه متن مد نظر. چت آیدی از کجا باید به دست بیاریم؟ اول بیاین توی تلگرام سرچ کنین دریافت چت آیدی. یه باتی هست که کارش اینه که چت آیدی شما رو بهتون میده. اینجا دریافت شناسه تلگرام رو میزنید، این مثلا چت آیدی منه، میام اینو اینجا قرار میدم. یه راه دیگه هم داره که من یه نود تلگرام رو مجددا سرچ میکنم، روی حالت تریگر آن مسیج رو میزنم، باتی هم که الان ایجاد کردم رو انتخاب میکنم، بات اطلاع رسانی تخفیف، اطلاع قیمت که نیست، بات تخفیف. خب اینجا اکسیکیوت رو میزنیم. خب یه خطایی میده، میگه که مشکلاتش رو حل کنید. نکنید الان چون ما هنوز اینجا تکست رو ندادیم خطا میده. راه حل موقتش اینه که فعلا غیر فعالش میکنیم تا فعلا از این طریق مشکلمون رو حل کنیم برای اون سمت. الان منتظر وای میسته تا ببینه چه کسی به این باته پیام میده تا اطلاعاتش رو بفرسته. من برمیگردم تلگرام، همین پیامی که بات فادر به ما داده بود روی آیدی بات کلیک میکنم و استارت میکنم. اینجا نها کنید، به محض استارت
اینجا اطلاعات رو فرستاد. این همون چت آیدی منه که اینجا برای من میفرسته. راه حل اول این که تو تلگرام سرچ کنید دریافت چت آیدی، یه بات هست که میاد بهتون میگه. راه حل دومش هم اینه که حالا چت آیدی خودتون با اطلاعات دیگه‌ای مثل یوزرنیم و پسورد و اطلاعات دیگه‌ای که بهتون تریگر تلگرام میده، چت آیدی خودتون رو در بیارید. من اینو کپی میکنم، با این دیگه کاری ندارم، اینو فعالش میکنم، میام اینجا میگم که چت آیدیم همینه که گذاشته بودم. متنش از کجا بیاد؟ من اینو اجرا میکنم. خب از نود فالس میره، پس این تلگرام اجرا نمیشه. چرا؟ چون قیمت زیر 650 نرسیده. حالا ما برای اینکه تو این آموزش تستمون رو انجام بدیم، من روی 690 میذارم. خب حالا اجرا که بگیرم، خب این دفعه شرط درسته. حالا اینجا اینجوری هم شما میتونید بین نودا جابجا شین، هی نمیخواید بیاین بیرون. من میام تو نود تلگرام، اینجا مقدار برای من رسیده. متن رو چی بگم؟ اینجا میام میگم که قیمت محصول مد نظر شما رسیده به، اینجا این رو قرار میدم. خب قیمتی که رسیده رو به من اطلاع میده. حالا اینو که اجرا کنم، تو بات تلگرام برای من پیام میاد. نگاه کنید قیمت محصول مد نظر شما رسیده به 675 تومن. حالا این ورک فلو هر یک ساعت یک بار طبق شروطی که شما گذاشتین، حالا میتونه نیم ساعت باشه، میتونه یه ربع باشه. فقط مد نظر داشته باشین اگه مثلا تعداد درخواستاتون زیاد بشه ممکنه بنتون کنه. رو همون حد اکثر نیم ساعت یک بار بذارین اوکیه. پس ما الان اطلاعات یه سایتی مثل ژاکت رو دادیم، اومدیم CSS رو گرفتیم، بخش قیمتش رو، کاراکترهای اضافیش رو برداشتیم، شرط گذاری کردیم که اگه قیمت رسید به زیر انقدر، بیاد توی تلگرام برای من تو بات پیام ارسال کنه. خب بچه ها فرض کنیم ما میخوایم یه سایت دیگر رو تخفیفاتش رو مد نظر قرار بدیم. خب تلگرام که ورودیش مشترکه چون عیناً شرطاشون یکسانه و از اینجا میایم کار دو شاخه میکنیم. خب حالا مثلا سایت راستچی و مثلا ما این قالب رو میخوایم تخفیفی اگر خورد متوجه بشیم. نگاه کنید من اینجا اینسپکت میگیرم. اول اینکه لینک صفحه رو کپی میکنم، میام اینجا آپدیت میکنم، بعد میام میبینم که قیمت توی چه دامی گذاشته شده، کلاسش سله. گفتم دوتا راه داریم، یکی این که من این سل رو میزنم، میام میبینم یه دونه هست یا دوتا. خب میبینم سل زیاد دارم، میخوام فقط همین رو انتخاب کنم. خب کلیک راست میکنم، کپی سلکتور رو میزنم، میام توی نیتن، توی اینجا میگم که این سلکتور رو برای من انتخاب کن. اینم همین صورت. حالا میگم که اجراشو. خب قشنگ داره قیمت رو میاره، 1820 تومن. آیا قیمت همینه؟ بله درسته. خب این وارد نود بعدی میشه، عبارت های اضافیش برداشته میشه، 1820 شد. حالا اینجا هم دوباره میتونیم بگیم که اگر مثلا زیر 1890 شد به عنوان مثال، اینجا از نود تورو رد میشه، در حال اجراست و میاد اینجا دوباره تلگرام به ما پیام میده. خب بچه ها حالا تو سایت با سلام هم میتونید این کارو کنید. و اینکه نکته‌ای که داره اینه که مثلا سایت هایی مثل دیجیکالا اینا باید از سرویس بروزرلس استفاده کنین تا 10,000 تا ریکوست رایگان بهتون میده. یعنی خودش میاد خودش جای مرورگر واقعی جا میزنه و درخواست میفرسته. مثلا دیجیکالا جز اون سایتاییه که با HTML و دام لود نمیشه، در واقع داره سمت کاربر و به صورت JSE لود میشه. ولی با سلام مثلا به همین صورت لود میشه. میتونین تخفیفات یا صفحات مد نظرش رو اگه خواستین تخفیف خورد مطلع بشین بگیرین. از توروب میتونید بگیرید، از تکنولایف میتونید بگیرید.
اینا سایتایی هستن که به این صورت میتونین دیتاشو بگیرین. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. تا آموزش بعدی، بدرود.